عجیب نیست که این همه نسخه مختلف از شما در ذهن مردم وجود داره؟ بعضیا شما رو به عنوان یه آدم خجالتی میشناسن که حرف نمیزنه. بعضیا شما رو به عنوان یه آدم رو مخ میشناسن که یه بند حرف میزنه. بعضیا سرد و بدجنس میبیننت. بقیه شما رو دلسوز و مهربون میدونن. اصلا ماجرا اینه، آدمی که فکر میکنی هستی فقط واسه خودت وجود داره و حتی خودت هم نمیدونی اون واقعا کیه. هر آدمی که ملاقات میکنی یا باهاش وارد رابطه میشی یا تو خیابون باهاش تماس چشمی برقرار میکنی، یه نسخه از شما توی کلش خلق میکنه. شما همون آدمی که واسه مادرتون یا پدرتون و خواهر و برادرتون هستین، واسه همکاراتون یا همسایه‌هاتون و دوستاتون نیستین. هزاران نسخه مختلف از شما اون بیرون توی ذهن مردم هست. یک تو درون هر نسخه وجود داره و با این حال توی خودت واقعا شخص خاصی نیست. شما مسئول نسخه های مختلف خودتون در ذهن مردم نیستین. نسخه های مختلف شما فقط به این دلیل زندن که مردم بهشون اکسیژن میدن و شما موظف نیستید واسه خوشحالی دیگران اون نسخه رو زنده نگه دارید.